آقای حکمتیار رهبر حزب فعلا در کجا هستند؟ افغانستان و یا خارج از افغانستان؟ اکثر معلوماتی که من دارم، البته من خودم هم دقیقا نمیدانم، ولی تا جایی که ما شنیدیم ایشان در داخل افغانستان است. شما مطمئن هستین که در داخل افغانستان اونا میتونن زندگی کنن با شرایطی که فعلا هست؟ حزب اسلامی افغانستان به اساس بررسی هایی که توسط خارجی ها و داخلی ها شده تقریبا یگانه حزبی است که در تمام صفحات افغانستان، در تمام ولایات افغانستان، در تمام ولسوالی های افغانستان صاحب رسوخ و نفوذ است و با گفته بیشتر از 40% نفوس افغانستان فراملیتی مشمول این حزب است. بنان ای که برادر حکمتیار در کجای افغانستان سپری بگذارن، من فکر میگم که حتی انتخاب ولایت هم دارد. همزمان با این که شما از فراملیتی بودن حزب صحبت میکنین، حزب شما وابستگی های شدیدی با پاکستان هم برش نسبت داده میشه. گفته میشه که از احزابی است که بیشترین رابطه را با سازمان استخبارات نظامی پاکستان داشته. با توجه به این نزدیکی ها چقدر امکان ازی وجود داره که آقای حکمتیار در پاکستان باشند؟ شما یک فرضیه را میکنین که به اساس او فرضیه جوابی را میخواین بگیرین. حزب اسلامی افغانستان از بعد به تأسیسش و در حقیقت در بین تنظیم‌های جهادی یگانه تنظیمی است که در داخل افغانستان به وجود آمد و سالها قبل از تجاوز روس‌ها به میان آمد و حتی کودتای کمونیستی و حتی کودتای داوود خان به اساس اعتراف خودشان عکس العملی در مقابل رشد حزب اسلامی افغانستان بود. سازمان استخباراتی پاکستان و هر سازمان دیگه بدون شک تلاش خود میکنه که در بین تنظیم‌ها نفوذ بکنه، ولی به مثابه که یک تنظیم از نفوذ مردمی و عقیدتی برخوردار است، به مو اندازه در مقابل نفوذ دستگاه‌های خارجی مطمئن‌تر و مسئول‌تر است. در این طرح هیچ چیزی در مورد حذف نام آقای حکمتیار از فهرست سیاه گفته نشد؟ برادر مجاهد حکمتیار در بعض یکی از سخنرانی‌هاش که من خواندم گفته بود که خارجی ها و بیگانه ها نام از او را در لیست سیاه قرار دادن، یک نوع افتخار برای خود تلقی می‌کردن. اما در رابطه با سوال شما و این طرح عرض بکنم که مشکل اصلی افغانستان اعاده حق حاکمیت ملی مردم است و رسیدن به او صلحی که باعث مجد و بزرگی ملت افغانستان باشه و حق مردم افغانستان. لیست هایی که تشکیل شده بیشتر شامل تبلیغات جنگی هستند. وقتی گفتمان جنگی به گفتمان سیاسی تبدیل شود، این لیست ها و این تبلیغات هم که با او از خود به خود منتفی خواهند شد. حذف نام آقای حکمتیار از این فهرست ها در توان کیست؟ در توان او کسایی که را در جایی لیست کردن. اما شما در حال حاضر وارد مذاکره با آنها نیستین؟ ما حداقل در رابطه با این که نام برادر مجاهد حکمتیار از لیست حذف شود با کسی صحبت نکردیم. چرا؟ چنانچه عرض کردم برای شما، این مطلب یک جزء کاملا فرعی روند صلح و احیای استقلال افغانستان است. یعنی شما باور ندارین به فهرست های سیاهی که از جانب سازمان ملل و ایالات خدمت متحده شما عرض آمریکا کردیم که اینا جزء تبلیغات جنگی هست و بدون شک با کمال احترامی که ما به مجموعه های بین المللی من جمله و به خصوص به سازمان ملل متحد داریم، شما میدونید که در اونجا دو سه قدرت عمده تاثیرگذار هستند و تصمیم از اونها است که تعیین کننده هستند. اگر مذاکرات از این پیشتر بره و نیاز باشه که آقای حکمتیار باید وارد گفتگوها شوند، چه ضمانتی وجود داره که حین این مذاکرات آقای حکمتیار در کابل و یا در هر جای دیگه توسط ایالات متحده آمریکا بازداشت شود و به خاطر تحت تعقیب بودنشان مورد پیگرد قرار بگیرند؟ شما میدانید مثل ما که نگاهبان اصلی خداوند جل شانه اوست. بدون شک، اما در عالم اسبابی که شما صحبت میکنین، طبیعی است که امروز هیئت حزب اسلامی افغانستان با جناح‌های مختلف صحبت میکنه و در صورتی که لزوم از این بره که شخص برادر حکمتیار به صورت رسمی به اصطلاح داخل کشور شود، البته التزاماتی هم که به او مرتب میشه باید مد نظر گرفته شود. از جانب کی؟ از عمدتاً اگر اجازه باشه خود حزب اسلامی توانمندی ترتیبات امنیتی از او داره، ولی ما صحبت از یک نظامی میکنیم که در اونجا امنیت توسط نیروهای انتظامی و نظامی گرفته شده باشه و شخصیت ها همگی در امنیت خود مردم افغانستان باشه. فکر نمی‌کنین یک مقدار
خیلی آرمانگرایانه باشه که اگر بگوییم حزب اسلامی خود توانایی تامین امنیت آقای حکمتیار به خاطر ورود شدنشان به کابل را داره؟ حداقل تا امروز خود داشته. بعد از این را ببینیم. اما نه در کابل. در افغانستان علی رغم ای که نیروهای خارجی با تمام امکاناتشان و با تمام پشتوانه‌های پیشرفته نظامی و انتظامیشان و حتی جایزه های قضایی موفق به این کار نشدن، در صورتی که این روند و این تلاش ها و این تکنولوژی پیشرفته و نیروهای نظامی دست از تلاش بردارن، این سوال اصلا جای مطرح شدن نداره. یعنی میشه تصور کرد که آقای حکمتیار در درون افغانستان هستند با توجه به حضور نظامیان بین المللی و اینکه اینا به دنبال آقای حکمتیار و آقای ملا عمر هستند. اگر اونا در افغانستان تشریف دارند، پس مأموریت نظامیان آمریکایی در افغانستان به چه معناست؟ سوال خیلی جالب است. شما میتونید این سوال در رابطه با مبارزه با تروریسم هم مطرح بکنید. اینا با کدام تروریسم جنگ میکنن؟ در افغانستان کدام عملیات تروریستی قبل از حضور از اینا وجود داشت؟ اینا با چی نوع با مواد مخدر میجنگن؟ پیشتر به شما عرض کردم که شعارها و اهدافی که اینا مطرح کردن یا در اون صادق نیستن و یا اگر صادقانه به شعارها اعتقاد دارن نهایت ناکام و شکست خورده هستند. یک نکته دیگه که نزد مردم مطرح میشه است که در افغانستان یک بازی بزرگ جریان داره میان کشورهای بزرگ و افرادی که مثل آقای حکمتیار، مثل آقایان ملا عمر. گفته میشه که آقایان ملا عمر و آقای حکمتیار خود در رابطی با کشورهای بزرگ هستند و همچنان که شما میگین اونا در حال حاضر در افغانستان هم هستند. با توجه به این مسئله چقدر میتون به این مسئله باور کرد که چنین رابطی وجود داره؟ یعنی شما میتونین به صورت اسپیکولیشن هر نوع شایعات و ادعاهای را مطرح بکنین. واقعیت امر است که البته چیزی که پیش مردم مطرح است، یعنی کدام مردم مطلبی که شما میگین نشنیدیم. البته بعض اما اگر به جاده‌های کابل شما چند روز جناح‌های خاص مردم میگین. حزب اسلامی افغانستان در تمام ولایات افغانستان